یه لحظه خداوکیلی این ویدیو رو رد نکن، میخوام حرف دلمو بزنم بهتون. خداوکیلی دیگه چه وضعشه؟ ویدیو رو میذارم، خب دارم توش کلی میگم، مثلا میگم دختر عکس از کسوکونش میذاره، یه نفر اومده کامنت گذاشته تو هم عکس بده. خب کار کسه، من مگه کسوکون دارم که بخوام بذارم؟ حروم زاده، من مثل اونا آبرومو از سر راه بردم. یه کار میکنم فوش بده. ببین من اصلا نمیخوام فوش بدم، ولی یه کار میکنم فوش بده. این همه شات قشنگ میزنم. آقا میخواید یه لایک کنید، یه ساب کنید ما رو. چیز دیگه ای مگه ازتون میخواید؟ وقتتون رو مگه میخواد چقدر بگیره؟ مگه ضرری داره بهتون میزنه؟ من فقط دارید یه حمایتی هم من میکنید. من که گوشیم فقط لگشو نگاه کن، با گوشی نوت 8 دارم، همچین شاتایی میزنم، همچین پلی میدم، هیچی هم حمایت نمیشم. آخرش هم که هیچی دیگه. منم بلدم کلیک بیت بزنم، ویدیو 100 بگم الکی بگم 117 متیک رایگان و کلی چیز دیگه، ولی این کارو نمیکنم. آقا شما هم یه حمایتی از ما بکنید، دمتون گرم. بازم ببخشید بیادبی کردم.